سلام علیکم. امروز اومدیم تست میوه‌های عجیب و غریب. 3 نوع میوه عجیب و غریب داریم. اولیش عروس پشت پرده. خب دومیش اینه که اسمشو بلد نیستم. اینه. خب سومیش هم کاکتوسه که خار داره. ملافه اینه. اول با کدوم تست کنیم به نظرتون؟ عروس پشت پرده تست کنیم. تست کنیم. میوه بالیه. ببینیم چطوریه. نصفش کنیم داخلش چیه. اینطوریه داخلش. اینه کجاست؟ این برش چیه؟ این برش بکنم که ساله. اصلا خوب نیست. بهتون پیشنهاد میکنم نخرید. حالم برم نکن. این مدل اینطوری. اگه میخواید بخرید که بهتون پیشنهاد میکنم نخرید. اینطوری اصلا بده. نگاه کن. تمزه شیرینی داره و آخرش ترشه و این ترشه یا تلخ میشه یا مزه عرق میده. حالا آدم باید چیزی که تست کنیم. کاکتوس داریم. اونم بودیم کاکتوس. خواستم دراگون فروت بخرم. دراگون فروت نداشت. از این ویدیو میگیریم. اصلا ترکیش هم دهنم یا آدم میترسم. خار داره. کاکتوس رو از اینجا میرسیم. چه باله داخلش. اینه کیویه. بیاریمش بالا. تستش یا اول باید دور میدم کچ شد. داخلش اینطوریه. این گیاه بود. تو جی تی ای بود. مایکل میرفت. خب تبدیل میشد به دیوید. نخوردیم ببینیم چه طعمیه. داخلش اینطور نمیریم خوردیم. دست دستم خواره. بگیر این زیر. همش عجب سوسیسیه. ای تو دستم خواره. 1 کیلو جریمه گرفته. خب عادت کردم. همش گوشت. من اینو کات میزنم. خب این داخلش در میارم بهتون نشون. بریم اینو بیاریم بالا. بابا پدر سلام به خدا اعصابم. اینا وایس خوش دور میشه. خب بریم تستش نمیریم. اینه از کیوی میده. خوبه. بودی پرشمون اولش ترشه میخوری. بعدش شیرین میشه. مزه نارنگی میده. بعد نارنگی مزه چی بگم.
حتما کاکتوس بخورید. کاکتوس خوبه. همش نوبت میرسه به این بزرگوار. بریم بازش کنیم. همش گوش. عجب سوسیسی. آره داره باشه. خب اگه سینی زیبامون ویدیو رو ببینیم آنباکس سینی. خب ای دستم عجب صدایی میده. اینو کجا باید جیر بدیم؟ اینجا یا اول پس پوست دایناسور. من یوتیوب نمیترسم، من چاقو نمیترسم. یوتیوب غلط کرده به چاقو گیر بده. ببینیم داخلش چیست. من هم حس میکنم داخلش نارنجیه. نمیدونم. نکنه دراگون داخلش سفید و قرمزه. ایشه دیگه خراب شده. شبایی که دور میزدیم دوتایی تو شب کوشن لیمو لباسی رو که تو کادو دادی به موف اندمو این اندموغه. یادت میگفتی ای دوست دارم آروم در گوشم اون دفتر خاطر الان برم این قاشق بیارم. قاشق آوردم چون داخلش سبزه است. میگم اینه چیه؟ خیار. نمکم آوردم. روش نمک میریزیم ابتدا. قاط میزنیم. خب بریم میریزیم. ای ریخ روی چاقال بادومه. خودی چاقال بادومه. مزه خود چاقاله میده با نمک. جون خودم چاقاله. نه چاقاله. چاقال بادوم. ما میوه چاقاله هم داریم. نگاه کنید. آورتنه اسمش چیه؟ تو کامنت برای خوشم نمیاد. نه اول بده ها بعدش خوشم هستم دارم. فکر نمی کردم پیشت دلمو جا بذارم. مزه آفریقا میده. خنده های دکوری حالم با هم خود سمو در میارن. نمی کردم منو بازی اینم میگم دارم الان مامانو بشی که دور باشی ازم. داخل این کاکتوس میخوام با قاشق برم. میشه ای بچه کاکتوس خریدیم داخلش با قاشق در میاد. البته اگه در بیاد. در میاد با قاشق. میوه‌ای که بهتون پیشنهاد میکنم کاکتوسه. خب کاکتوس واسه اگه اینقدر پلاستیک کاکتوس خریدید اینقدر عروس پشت پرده میوه‌ای که بهتون پیشنهاد میکنم کاکتوس.
اینم بگیره پشیمون نمیشه. کسایی هم که عاشق چاقال بادومن این بگیره. فشارش میدید نگاه اینه چی در میاد. چه باله همش موزه همش گوشته. عجب سوسیست. هندی حال میده با چی بخوری. اینه سبزه. بایست از زیر ویدیو بگیرم قشنگ ببینید. تا اینا بایست قیافه مظلوم هم بخورش بیفته. اینه بخورم همه خدافزی رو بابایی خب حالم بد شد. آب یه اسلو 11 دقیقه و نیم چرت و پرت گفتیم. ولی بهتون پیشنهاد کنم کسایی که عاشق چاقالن این بگیرن. اینه چی؟ نه خیلی بالا سرگردی بود. میوه عجیب غریب بود. قیمت حالم با هم خورد ازش بود. قیمت 2 تا از این چاقاله ها خریدیم. اینه که مزه چاقاله میدن اینا خریدیم شد 800. نیم کیلو کاکتوس خریدیم شد 800. اینا یا باورتون اینقدر عروض و پشت پرده خریدیم شد 200. 800 ما با 200 یکو 800. تازه میخواستم دراگون هم بگیرم. اگه دراگون میگرفتم شد 1,900 خورده. دراگون 170 بود. گفتم نمیارزه. قبلا دراگون خوردم. خب حالم با هم خورد ولی میارزید مثلا نسبت به کاکتوس عروس پشت پرده که اصلا خوب نبود. میوه عجیب غریب که خوب بود. خب میگم میوه عجیب غریب بابا اسم اینو بلد نیستم. من بهش میگم چاقاله خوب. من خودش کنم واقعا میتونم ولی تا یه ویدیو دیگه